این روبیک اگه سنگین نبود الان دست خیلی از رکورددارای دنیا میدیدیمش. سلام، وقت شما بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. محمد یاهویی هستم و خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو قراره که روبیک هوامنگ بالکور تیجی رو با هم بررسی کنیم. روبیکی که نسبتا وزن زیادی داره ولی خب باید ببینیم که آیا ارزش خرید داره یا نه. پس اگر که به این موضوع علاقه‌مندی تا آخر این ویدیو همراه من باشه. دوست داشتم زمانی که این روبیک به دستم میرسه یه دونه هوامنگ وایستیم بالکورم داشته باشیم که بتونم این روبیک رو با اون در واقع بررسی و مقایسه کنم. اما خب در حال حاضر فقط خود روبیک رو اینجا داریم و جعبه مقوایی جذابش. تو نگاه اولی جعبه مقوایی با کیفیت رو داریم میبینیم که طراحی به روزی داره نسبتاً. مدل مکعب رو جلوش نوشته، عکس از طراحی داخلیش و عکس خود روبیک و توضیحات اضافه کینگ پشت وجود داره. این جعبه به این شکل باز میشه و یه حالت مگنتیک داره که در اصل باز میشه به طور کامل و یه جوری شبیه به جعبه گن 13 میمونه. خود جعبهش رو فعلا کار نداریم. داخل کارتونش خب یک کارت از عکس یوشنگ 2 داره که اون رکورد 3.47 روبیک های هوامنگ رو یوشنگ 2 توی طراحیش دخالت داشته و اینجا اگر بارکدش رو اسکن کنیم باز ویدیویی براتون نشون میده. این کارت هم که کارت خیلی خاصی نیستش. این جعبه مقواییش که باز بکنیم اینجا فقط یه بروشور آموزش فرمولی داره که فکر میکنم مربوط به روش CFOP باید باشه. در واقع این صفحش که نحوه حل کلان روبیک رو توضیح داده، اما خب برای صفحه پشتش آموزش تمامی 120 الگوریتم فراری که چیز خیلی خاصی نیست و اکثر کیوبرایی که حالا روبیک های حرفه‌ای میخرن معمولا نیازی به این بروشور ندارن مگر موقعیتی که بخوان از فرمول ها استفاده کنن و اینترنت در دسترسشون نباشه. در کل اینا چیز خیلی خاصی نداره ولی خب بروشور نسبتا کاملی داره دیگه. علاوه بر اون بروشور خب یه آچار هم برای تنظیم اسپرینگش اینجا داریم که برای کار باش خب بعد آموزش های مربوط به تنظیم این روبیک رو ببینید. دیگه نکته خیلی خاصی توی جعبش نبودش. بریم سراغ خود روبیک. باکسش باکس نسبتا مقاومیه، فقط یه شیار باز اینجا داره که حالا اگر فکر می‌کنم آبی چیزی بخواد بریزه، البته این ور شیار بازش، آبی چیزی بخواد بریزه میره داخلش و به نظر من چیز جالبی نیست. اصلا نباید همچین چیزی تو این باکس وجود داشته باشه، اما خب بالاخره هست و باکسش به این شکل باز میشه. در واقع ساختار مگنتی نداره. این حالا قسمتی که میبینید داخل اینا قرار میگیره و سفت میشه. و خب چیز خیلی خاصی توی باکسش نداریم ولی خب خود باکس مقاومی محسوب میشه. البته اگر اون شیار پشت رو در نظر نگیریم، به نظرم یه ضعفه توی طراحی. اما خود روبیک لوگوش لوگو جذابیه و به نظر از این لوگوهاست که خب حالا پاک نمیشه. رنگ بندیش به نسبت مدل های گن و کایوای و تورنادو و اینا تیره تر یه مقدار. حالا قرمزیش اگر بزنم یه روبیک دیگه اینجا داشته باشم، بله این گن 11 خودم هستش، قرمزش تیره تره، آبیش تیره تره به نسبت، نارنجیش هم میشه گفت تیره تره به نسبت، سبزش هم همینطور و رنگ زردش تفاوت خیلی خاصی نمیکنه و سفیدش هم که خب طبیعتا نباید تفاوتی داشته باشه چون سفیده. اما در مورد طراحی اول کار، خب این روبیک مگنت کورنرش قابل تنظیمه، مگنت اجش هم قابل تنظیمه و یه جورایی نسخه ارتقا یافته روبیک وایستیری ام معروفه که خب باش رکوردهای زیادی زده شد و رفته تو ایران بیشتر و روبیک خیلی پرطرفداری بود. اما این روبیک به اون نسبت چطوره؟ اگر حالا ما اینجا هم اون روبیک رو داشتیم قطعا بررسی خیلی جذابتری میشد، ولی خب خود همین روبیک هم به تنهایی کافیه برای اینکه بفهمیم دقیقاً تو چه لولیه. خب تو قدم اول اگر بخوام به نسبت بقیه روبیک هایی که تا الان تستشون کردم راجعش صحبت کنم، یه مقدار حس میکنم وزن بیشتری ممکنه داشته باشه که اینو باید باز دقیقش رو بررسی کنیم.
بله 85 گرم که خب برای یه روبیک سرعتی وزن زیادی محسوب میشه. 85 گرم. از لحاظ ابعادم که فکر میکنم 56 میل باید باشه. بله همون ابعاد 56 میل داره که خب ابعاد استانداردیه. طراحی داخلیش طراحیه که به نظر من فکر نمی‌کنم اصلا این روبیک حالا بخواد پاپ یا لاکاپ خیلی عجیب غریبی داشته باشه. طراحی که حداقل می‌دونی مهرها ازش در نمیاد. و بخوام حالا بازش کنم، این مهره اجش هستش که انتهاش مگنت وجود داره. مهره کورنر که مگنتش دقیقاً تنظیم میشه به وسیله این قسمت. شما انگار این رو تغییر بدین این بالا پایین میشه و خب نزدیکی یا دوریش به هستش از این طریقی که تنظیم میشه. و خب دور سنترش رو میبینیم که این قطعه هستش که خب باعث آنتی پاپ بودنش میشه. و میگم روبیک ساختار نسبتا محکمی داره رو همین تنظیم اولیش که به نظر من این ساختاریه که حداقل میدونیم میگم به راحتی پاپ نمیکنه و خب این ویژگی خوبی محسوب میشه و پایداری روبیک رو بالا میبره. اما این حالا این روبیک به درد چه آیتم هایی میخوره و درد چه آیتم های دیگه این نمیخوره، اینو باید بررسی کنیم. حتی موقعی که میخواستم اجش رو جا بزنم یه ذره به سختی جا خورد. میگم آنتی پاپش واقعا خیلی خوبه چون به این راحتی حداقل میگم پاپ نمیکنه. اینو میتونم بهتون تضمین کنم. اما خب روبیک سنگینیش تو همون نگاه اول اگر با روبیک های دیگه بخواید تستش کنید، خصوصا اگر مین کیوبتون گرم بوده از قبل، کاملا حس میشه و چون میدونید که با روبیک سنگین طرفید. پس این روبیک سنگین طبیعتا به درد وان هند نمیخوره. درسته استیبل کاملا، اما خب وزن زیادش باعث میشه که دست زود خسته بشه توی وان هند، حتی اگر که تنظیمش کنید و خب مناسب باشه برای این آیتم. اما خب این وزن زیاد و پایداری که ما توی این روبیک میبینیم میتونه رو به گزینه نسبتا جالب برای 3x3 تبدیل بکنه. این ورژنی که الان دست منه مشخصه که میتونه بهتر از اینم باشه و اگر که در واقع لوبریکنت بهتری بشه و حالا یه مقداری داخلش رو تمیز کنیم و یه ذره تنظیماتش رو در واقع تغییر بدیم، فکر میکنم بتونه از این سریعتر هم حرکت بکنه. ولی خب در کل همین الانش هم از لحاظ سرعت روبیک چیز خاصی کم نداره. بیشتر بحث وزنشه که بیشتر میگم به چشم میاد. در اونم مقایسه با بقیه روبیک ها شما این وزن رو حس میکنین، وگرنه تو همون نگاه اول اگر خودتون روبیک رو بخواین بردارین احساس یه روبیک با کیفیت رو کاملا ازش میگیرین که برخلاف حالا مدل‌های دیگه‌ای که ارزون قیمت توی بازار تولید میشه مثلا مویوهای نمیدونم V10 V5 و یه سری مدل‌های با قیمت پایین‌تر، چون این روبیک هم قیمت خیلی بالا و عجیب غریبی خوب نداره، ولی میگم روبیکی که یه روبیک کاملا با کیفیته و به وضوح ازش دیده میشه. حالا اگر شما به اون سنگینیش در واقع علاقه نشون بدین میتونه خب روبیک خیلی عالی باشه براتون. هرچند که به خاطر سیستمی که برای آنتی پاپش طراحی شده به نظرم میاد که ممکنه در حالا ادامه اگر که خوب تنظیمش نکنید گاهن لاکاپ داشته باشه. به نظر من تنها ایرادی که میشه از این روبیک گرفت فقط وزنشه، وگرنه از لحاظ اجرای الگوریتم فوق العاده سریع شما میتونید الگوریتم رو روش اجرا کنید بدون اینکه نگران گیر کردن این روبیک باشید. و میگم روبیکی که اگر که با وزنش شما مشکلی نداشته باشید میتونه یه گزینه عالی و با کیفیت باشه که عمر نسبتا خوبی هم براتون داشته باشه. اگر بخوایم یه جمع‌بندی از این روبیک داشته باشیم، روبیکی که با قیمت 53-4 دلاری هم اندازه یه روبیک پرچمدار مثل مدل‌های گن و کایوای و مویو میمونه که به نظر من میگم تنها باگی که داره وزن زیادشه و اگر ما این وزن رو نادیده بگیریم روبیکی که میتونه با حالا اون مدل‌های دیگه هم برابری بکنه، هم از لحاظ کیفیت ساخت، هم خب میزان تنظیم پذیریش و هم خب سرعت اجرای الگوریتمش، چون الگوریتم خیلی خوب و خوش‌دست روش اجرا میشن و برای منی که مثلا
این قضیه رو دوست دارم میتونست آپشن جذابی باشه در صورتی که وزنش یه مقدار نسبت به این کمتر می بود. اما خب میگم برای کسایی که با وزنش خیلی مشکل ندارن میتونه گزینه خیلی خوبی باشه. ما خب مشابه روبیک هایی که با وزن بالا میتونستن موفق باشن رو قبلا هم داشتیم. مثلا کایوای واک پاور ام توی سال عرضه خودش تقریبا فکر میکنم همزمان با گن ایر اس ام عرضه شد و اون روبیک بدی نبود، واقعا روبیک بود که فوق العاده تو زمان خودش درخشان عمل کرد. اما خب به خاطر وزن بالاش خیلی طرفدارش نبودن و طرفدارای خاص خودش رو داشت و اما خب طرفدارای خاص خودش هم ازش راضی بودن و این روبیک هم دقیقا میگم مشابه همون میتونه باشه و اگر که وزن بالای روبیک رو حتی دوست دارید میتونید این نسخه رو تهیه کنید و ازش لذت ببرید. در غیر این صورت خب اگر بخواید هوامین تهیه کنید و مدل دیگه ازش داشته باشین، من اون وای اس تیری امش رو توصیه میکنم به جای این نسخه. هم قیمت ارزون تری داره به نسبت این نسخه تی جی، هم از لحاظ وزنی سبک تره. ولی خب میگم این روبیکی که هم از لحاظ ساختار تنظیم قابلیت تنظیم پذیری بیشتری داره، هم کیفیتی خب کیفیت فوق العاده بالایی داره و رنگ بندی کاملا جذابیه، هم جدایی از این قضیه الگوریتم خیلی خوب روش اجرا میشن و این سه تا مورد میتونه به نظرم دلیل کافی برای خرید این مکعب باشه. اما خب قیمت بالای این مکعب قیمتیه که شما میتونید توش پرچمدارهای دیگر هم داشته باشین، مثل پرچمدارهای کایوای تورنادو یا حتی یک ذره اگر بالاتر بخواین هزینه کنید روبیک های گن رو. و علاوه بر این روبیک های خیلی زیادی از شرکت مویو هم هستن که میتونن رقیب باشن برای این مدل روبیک و به نظر من که نسخه تی جی به خاطر وزنش نمیتونه طرفدار خیلی زیادی رو از رکورددارها حداقل جذب خودش بکنه، مگر رکورددار خاصی که به وزن بالای روبیک بتونه علاقه نشون بده. و میگم برخلاف حالا روبیک های دیگه، این روبیک برای وان هند شاید روبیک خیلی مثلا بدی نباشه. اگر وان هندتون خیلی مثلا حرفه‌ای نیست و خیلی تمرین نمی‌کنید میتونه یه گزینه‌ای باشه که برای وان هندتون هم کاربردی باشه، ولی خب وزن زیادش میگم ایرادیه که باعث میشه از یه جا بعد دستتون رو خسته کنه، خصوصا برای وان هند. ولی خب برای دو دست نه، مشکل خاصی ایجاد نمیکنه در صورتی که بهش علاقه داشته باشید. این کلیه نکاتی بود که راجع به این روبیک باید میدونستیم و امیدوارم که براتون مفید باشه و موفق باشید تا ویدیو بعد.